صنعت خود یک درختی بزرگ است که شاخه‌های زیاد دارد و کاشینکاری یکی از شاخه‌های صنعت به شمار می‌رود. کاشینکاری تاریخی کهن دارد و آن در آسیا و اروپا خیلی رشد کرده است. در تاجیکستان نیز پیروان این کسب زیادند و آفریده‌های آنها دیوارنگارند که بناهای معماری و استقامتی را زینت می‌دهند. صنعت کاشانکاری در خود همین تاجیکستان از سالهای 70 بسیار رواج رونق یافت. از 70 این طرف اینجا باشد اگر سالهای 82 این کار به انجام رسیده است اثر استاد صدرالله شریف زاده در خود فوند بدیهی جمهوری تاجیکستان یک گروهی یک بریگادی رساما بود که به همین کسب مشغول بودن اثرهای رساما همین کارها را اجرا میکردند. چونین دیوارنگاره‌ها در بناهای شهر کلاب چند عددند که در فصلهای تیرما و زمستان خوب به نظر میرسند. در فصلهای بهار و تابستان باشد برگ درختان آنها را میپوشانند. این آفریده صنعتکاران دوامی بیش از 50 سال پابرجا ایستادند و ذره هم حالت اولیه خود را تغییر ندادند. 70 تا 75 جمع خونه را سوز کردند و رسم کشیدند 3-4 نفر. خب بین 3-4 مدت تمام کردند. حالی شدگی هایی یا اونجاش ویرون نشده نه برف نه بارون ده رنگش نه افتاب میگیرد نه برف و بارون میگیرد نه چی در اون دوره قدیم توزیر هست. در تاجیکستان کاشینکاران کوشیدند در دیوارنگاره‌ها بیشتر طبیعت کشور و سر و لباس و رسم و آیین تاجیکانه را تصویر نمایند. در کاشینکاری سنگ‌های مخصوص استفاده می‌شوند که از خارج کشور وارد می‌گردند و گفت متخصصان سال‌های اخیر این شاخه صنعت کاسته گردیده است. نومی این سنگ سمالتا میگویند از خودی دولت‌های اروپا از خودی پولشا چکسلواکیا با دولت سابق اتحاد شوروی وارد میشه در اساس شرطنامه‌های بین همدیگری با نرخ ارزان وارد میشد. حاضر باشد بسیار نرخ بلند دارد این علاقه این صنعت قریب که بسیار کاهش یافته است. اگر در یک آنجا هم اجرا کنند بسیار در کم است. بسیار که بسیار یک قیمت است این سنگ برای همین به دولت ما کم وارد می شود و نرخ قیمت هم داره از شما همین این کار قریب که اجرا نمیکنه چون که بسیار اما فرمایشی نیست. شاید در آینده کاشینکاری اثری نو احیا گردد زیرا تاریخ گواه است که در عصرهای گذشته بارها از بین رفته و اثری نو برقرار شده است. مشاهده ها نشان میدهند که سیاحان خارجی به این صنعت توجه زیاد دارند و ساعتها نزد دیوارنگاره ها ایستاده آنها را تماشا میکنند. با گفته جانبک اساس‌زاده میتوان با سنگ های محلی نیز کاشینکاری کرد زیرا در تاجیکستان همه نمودی سنگ ها موجودند.